حضرتگل باران ملی‌پوش فوتبال ساحلی افغانستان به لیگ فوتبال ساحلی برزیل پیوست. این بازیکن 25 ساله پس از درخشش در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در قطر توجه باشگاه فرانسی سائو پائولوی برزیل را جلب کرد و برای یک فصل به آن باشگاه قرارداد بست. در این حال فدراسیون فوتبال افغانستان حضور بازیکنان کشور را در لیگ برزیل افتخار بزرگ می‌دانند. حضرتگل باران تا پایان این فصل لیگ ساحلی برزیل با باشگاه فرانسی سائو پائولو قرارداد دارد. باران هفته پیش برای این باشگاه برزیلی نخستین بازیش را نیز انجام داد. کشورهای همانند برزیل که تولید کننده بازیکنان در کل دنیا هستند، یک جای افتخار است و نشانگر ای است که افغانستان استعدادهای بزرگی داره که از افغانستان بازیکنان و لیگ‌های معتبر برزیل در زمینه فوتبال ساحلی عازم میشن و در اونجا به استخدام میشن برای بازی. فدراسیون فوتبال میگوید که برای نقل و انتقالات ورزشکاران افغانستان با کشورهای دیگر برنامه‌های را نیز روی دست دارد. چه بازیکن داخل افغانستان چه بازیکن خارج افغانستان میره، فدراسیون فوتبال بتونه تمامی رو کنترل کنه و منفعت فدراسیون فوتبال افغانستان از نقل انتقالات و دستپروردهای خود بتونه که از موضوع منفعت به دست بیاره. حضرتگل باران ملی‌پوش فوتبال ساحلی افغانستان دعوتنامه‌های را از لیگ فرانسه و باشگاه پیروزی ایران نیز دریافت کرده است.